یعنی طالبه که قصد کردیم که مثال کربلا برم پیش نبود دیگه امام حسین خواسته قبلا هم ده کربلا؟ بله قبلا کربلا هم ده؟ نه تاثیر نرفتم دفعه اول چند ساله ای؟ 73 ساله 73 یعنی بعد 73 سال 83 سال بله. بعد 83 سال امام حسین خواست و بخیر میری به زیارتش چه حس داره؟ خیلی خوشحالی؟ او قدر خوش هستم از خوشحالی درک منم انشالله که قبول باشه آمین دیگه 100% خیلی خالصانه دیگه امیال که گفتی ده چشمای تو اشک و چشمای تو تر شد انشالله که قبول حق باشه سفر خوب داشته شی جامان تو جوره؟ خوب از افغانستان بخیر رسته؟ بخیرم دی منده نیه قدر؟ نه اینجا خستگی من بور کده خب خستگی تو بور شده؟ افغانستان خوش داره یا این طرف را؟ اینجوره کدامش بیشتر خوش داره؟ ایران خوش داره یا افغانستان خوش داره؟ ایران خوش داره؟ چطور؟ ما ایران ممنون تشکر سلامت خوشم وازه با اینکه خیلی شلوغه اینجوری ما از اینکه زایرین میام و خدمت بگیر خدا این توفیق خدمت به ما داده و خوشحال هستیم از این خاطر خوشم واضح است خدا رو شکر زنده باشید سلامت روز چندمه که خدمت رسانی دارین چند کاروانم داده حسینیشون کاکا جان سلام سلام خسته این به نظر از افغانستان هم ده خوب هستی؟ حالت خوبه؟ مانده نباشه بخیر باشید شده 3 سال که از زوارای امام حسین پذیرایی میکنیم ما 3 وعده صبحانه به علاوه نهار و شام ما بعض وقتا کاروان یک جور میاد مثلا میان وعده باید بهشون غذا بدیم در روزای بوده ما 3 وقت مثلا برای شام 3 وقت دیگ کردیم اینجا مثلا ظرفیت در حدود 150-200 نفر ما در روز در وقتایی بودن که اوج ترافیک زوار 400 نفر ما پذیرش داشتیم مثلا تقسیم کردیم خونه های دیگه بردیم که چطورین خسته نکدشون بره؟ خدا رو شکر ما خیلی هم خوشحالیم نه خسته که هیچ وقت نمیشیم ان شاء الله خیلی هم خوشحالیم بله با زوارای امام حسین که میریم مثلا و خدمت میکنیم با افتخار مثلا خیلی خوشحالیم بله 100% خب مادر جان تو یکم دیق معلوم میشه نه ما عادت نست عادت گفتم چون که کلگی اینجا داد چون کربلا مره همه خوشحاله تو یکم دیق معلوم نمیشه نه بچم نه ما عادت نست بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود خدمت همه عزیزان امیدوارم خوب و صحتمند و سر حال باشید هر کجایی که هستین خوش آمدید میگم به یکی از ویژه برنامه‌های دیگه ما در ایام اربعین حسینی هستیم در شهر مشهد خیلی خرسندم که توفیق پیدا کردیم عزیزان نورسیده ما مسافرین ما را ببینیم چشمای ما روشن میشه به جمال هموطنای ما زائرینی که روانه کربلا هستند دیشب در مشهد رسیدن البته روزهای خیلی زیاد یعنی همین هفته و از خیلی وقت پیش اعضایی که از افغانستان می آمدن و می رفتن سمت کربلا در مشهد یک توقفی داشتن به خاطر زیارت حرم امام رضا و از او بعدم یک توقفی به خاطر استراحت دیجا داشتن که از طرف همشهریای ما در این محل یعنی در مشهد حسینیه های مد نظر گرفته شدن محل مناسبی برای استراحت زائرینی که از افغانستان میان اینجا حسینیه امام علی است جایی که منزل پایین خانم‌ها و منزل بالا هم از آقایان هست تعدادشان هم ماشاءالله بسیار زیاد است حالا میریم امروزشان صحبت میکنیم که از افغانستان اومدن صحبت داشته باشیم ولی قبل از او با اینجا یک کار داریم سلام خوبی مادر جان؟ جامان تو جوره؟ بخیری؟ ما خوبیم شکر ما شناختی؟ ما شناختی یا نه؟ نه دکتر نه ما دکتر نیم بابا همدم قد خساگنم از افغانستان هم ده؟ اره کی هم ده؟ دیشو؟ اره از کجا افغانستان هم ده؟ از پنجاب از پنجاب هم ده؟ خواه خسته نی قدر؟ خیلی خسته خیلی خسته ای؟ راه طولانی بود زمینی هم ده نه؟ حال چرده اینجا استه؟ موتور برید درد 1 ساعت 2 ساعت دیگه مانده تو 2 ساعت هنوز زیاد مانده 104 گفتم 104 گفتم تو اینجا استه که موتور باید بری طرف کربلا آره خب انشالله که این دیگه را داخل تو برده داخل بشه که منده میشه یا نه میخوایم اینجا استاد باشه برسون گفتم که ببینی آره اینجا سلکن قد از کی هم ده از افغانستان شهر ایران سلکن آها هم ده خب بر شده که محیط ایران ببین مفهومی اینجا گل شهر خب
گلشهر که است یک جایی از ایرانه که همه‌ایش هموطن از ما است، همه‌ایش بازرگان از ما است. آره باز دیگه هم تا که بره دوستای ایرانی هم هستن ولی اینجا چون گلشهر دیگه اینمی کسایی که می‌بینی کلگیش هم شهری هم. باز کشک قدرتر تو مشهد حرم رفته نه؟ حرم اونجا رفته حرم امام رضا. نه دیگه ایران روش کده دیگه. حرم امام رضا رفته دیگه. قبول باشه آدم. ولی حرم امام علی رو دیدم با. حرم امام رضا را. آره. امام رضا را دیدی؟ بخیر میری نجف. آره. دیگه امام علی بود نه؟ کدام؟ این زرت. ای از امام رضا. خب این حسینیه را میگی. این حسینیه آره به نام امام علی است. من فکر کردم که حرم هم میگی. خب انشالله که سفر به خطر و بخیر داشته باشید. اینال با اجازهتون من میرم داخل سیا. خیلی خوشحال شدم. خداحافظ. خداحافظ. خب از دل آمدیم داخل حسینیه امام علی هستیم درسته؟ یکی از حسینیه های فعال در مشهد گلشهر از همشهری‌ها و هموطنان خود ما هستند که به خاطر پذیرایی و خدمت رسانی و عزیزان زائر ما که از افغانستان آمدن مشهد یک توقفی دارن در شهر مشهد و سپس میرن روانه کربلا میشن. بخیر عزیز ما در کنار ما هست برادر ما که مسئول همین حسینیه هست و آجو صاحب هم هستن که مسئول کاروان که از سمت افغانستان آمدن و فعلا در مشهد هستن و قرار است که روانه کربلا شوند. بخیر سلام وقت بخیر. سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارای شما. ما در حسینیه امام علی آوینی 35 پلاک 5 هستیم. ما 3 سال است که حسینیه اینجا تشکیل شده. قبلا جای دیگه بود و اینجا محل خریداری شده وقف شده. 3 سال که از زوارای امام حسین پذیرایی میکنیم. ما 3 وعده صبحانه به علاوه نهار و شام. ما بعضی وقتا کارمان یک جور میاد مثلا میان وعده باید بهشون غذا بدیم. در روزای بوده ما 3 وقت مثلا برای شام 3 وقت دیگ کردیم. اینجا مثلا ظرفیت در حدود 150-200 نفر ما در وقتایی بودن که اوج ترافیک زوار 400 نفر هم ما پذیرش داشتیم. مثلا تقسیم کردیم خونه های دیگه بردیم که زوارای حضرت ابو عبدالله الحسین حداقل توی شهر مشهد در کنار همشهری‌ها احساس غربت و تنهایی نکنه، یک تکریمی بشه انشالله برن بخیر با زیارت مقبوله برگردن. انشالله. بسیار بسیار حرکت نیک و خوبی است. سلام به شما. سلام. خوب هستید؟ بخیر. خوب است. سفرتان بخیر. سلامت باشین. ها به دعای سر شما. از افغانستان آمدید؟ از افغانستان کابل. از کابل حرکت کردید. احتمال زیاد از دشت برچی آمده باشه. ها بله بله. بسیار خوب. کاروانتان شامل چند نفر است؟ 150 نفر. 150 نفر. خانم‌ها و آقایان. هم خانم هستن. بله. از این 150 نفر چند نفر خانم است و چند نفر آقا است؟ تقریبا متر بین البین دیگه نصف زن نصف مرد هست. نصف است دیگه. نصف است تقریبا. هم زنا زیاد است ان شاء الله هم مردا. احتمال زیاد خیلی زوج باشه دیگه. شاید باز تصمیم میگیرن که تقریبا زوجا زیاده. بله بله. چی حرکت کردین از کابل؟ ما پریروز حرکت کردیم. پریروز حرکت کردیم. احتمالاً دیروز اینجا رسیدیم. دیروز رسیدیم. دیشب. کی بخیر تصمیم دارین که برین طرف مقصد طرف عراق؟ همین روز ساعت 4 وعده گذاشته ماشین میآید همینجا بعد حرکت میکنیم طرف کربلای معلی ان شاء الله به توفیق خداوند. بله زمینی اومدین؟ زمینی آمدیم. از زمینی بخیر میرن طرف کربلا؟ زمینی میریم. بله. سفرتان تا اینجا که بخیر رایتان نصف شده چطور بود؟ بدی نبود ان شاء الله. بدی نبود. از افغانستان که آمدیم اینجا در دیروز بله به قول کلام الله مجید که از باب اکرم الضیف در اینجا که آمدیم در حسینیه امام علی از مسئولین حسینیه تشکر و سپاسگزارم که با موقعی خیلی یک رفتاری خوب، غذای خوب، چای خوب با ما رسیدگی کردن. ما خیلی خسته بودیم که مسافرت طبیعی که خستگی داره و از ایشان دیگه سپاسگزاریم. با ما بسیار رفتاری خوب
دیگه جماعت داشتیم، بعد جماعت احکام داشتیم دیگه. ایشان با ما همکاری خوبی و نگی کردن. از ایشان سپاسگزاریم ان شاء الله. از خداوند توفیق مزید را برایشان می‌خواهیم ان شاء الله. بسیار عالی. حرم رفتین یا نه؟ حرم رفتیم، بله زیارت کردیم. قبول حق باشه ان شاء الله. سلامت باشید. خب طبعا دیگه از طرفی که زائرین طبعا که محترم است و همه دوست دارن که توفیق را داشته باشه که به اونا خدمت رسانی بکنه. و از طرف خب شما هم هموطنای ما هستین که اینجا مردم تشنه دیدار هموطنا هستن که بخیر از اینجا میاین. بله تشکر، سپاسگزارم از این که خداوند بزرگ میفرماید که تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی تعاون داشته باشید. اینا هم تعاون مالی داشتن، هم تعاون زبانی داشتن، هم از هر نوع تعاون داشتن به اصطلاح. یعنی دیگه از نگاهی از هر نگاه خوب بودن. حمد خدا. دست شما در راحت بودیم ان واقعا شاء الله. افتخار میکنیم. هموطنای ما اینجا هستن دیگه، تکیه دل هستن. سپاسگزاریم که آمدین، صفا آوردین. سلامتی شما. سلام علیکم. ما که با اجازه از شما بگیرم. خب کات نکو یک دقیقه که از همینجا در کنار پدر جان بشینیم. همینجا اجازه میتین ما پولیشان بشینیم. سلام. خوب است کاکا جان؟ جوان شجاع بخیر رسیدی؟ از افغانستان هم ده؟ بله از افغانستان. دم پایین تور دیدم یا نه اتو نبودی؟ بله. در پایین ما قدستو سلام علیکی کدوم یا اتو نبودی؟ ما نبودیم. کدام کاکای دیگه بوده. از کجای افغانستان هم ده؟ از کابل. از کابل هم ده؟ کابل زندگی مونی؟ بشنو میره. به خند دادیم که صدای تو خوب صاحب بکنه. خا. یک بچه من در کابل، یکی در منطقه ازاره. در کجا؟ کدام منطقه ازاره است؟ قریه سرخاباد میگه جای ما. نه بامیانه، بیسوده. بیسوده. بیسوده است. از اونجا خانه از این بچه خمدم باز قسمت امی طالبه که قصد کردیم که امسال کربلا برم پیش کنیم. دیگه امام حسین خواسته؟ قبلا هم ده کربلا؟ بله. قبلا کربلا هم ده؟ نه تایسر نرفتم. دفعه اول چند ساله ای؟ 73 ساله. 73 یعنی بعد 73 سال. 83 سال. بله. بعد 83 سال امام حسین خواست و بخیر میری به زیارتش. آره بخیر. اما در مشهد مقدس امام رضا رو زیارت بله زیارت هم بودم. زیارت کردم پس رفتم دیگه کارگری هم نکردم. امام رضا رو زیارت کرده بودی ولی امام حسین دیگه دیدارش نرفته بودی. آره اونجا نرفتم. چه حس داره؟ خیلی خوشحالی؟ او قدر خوش هستم. از خوشحالی درک منم انشالله که قبول باشه. آمین. دیگه 100% خیلی خالصانه دیگه. میال که گفتی ده چشمای تو اشک و چشمای تو تر شد. انشالله که قبول حق باشه، سفر خوب داشته شی. تنها هم ده، امروی بچه هم ده، امروی آج خانوم هم ده، امروی آج خانوم هم ده، امروی خانوم هم ده، دخترم هم ده. این خارزاده من مثل داماد من مثل این بچه کاکای میه. هم قد مادر خمده، هم قد خانوم خمده. این یک بچه که کمای پایش خوب گرسن هم سن آورده که دزده انشالله که شفایاب شد. شفایاب بیاره انشالله. خب خیلی دست پر برمیگرده انشالله که سعدیاب میشن بخیر. توکل به خدا. آره انشالله. خب بخیر امشب دیگه مور این طرف کربلا. آره والله خدا. مور خزدای فراموش نمونین. انشالله. سلامت باشین. خیلی ممنون. خوشحال شدم با چند وقتی که مشهد بودم. خدمت شما از مهربانی شما. سلامت باشین. شما مهربان. شب بودیم میزی که در خانه بودیم قدر راحت بودیم. آره عزیزای ما دیگه خیلی کار کردن. خیلی موفق باشین کاکا جان. خیلی خوشحال شدم. مواظب خوب باشین دیگه ان شاء الله بخیر برین. شما همچنان زیارتتون قبول باشه. خدا شما رو هم برسونه. ممنون. شما رو هم سه جانه ما پارسال رفتم. امسال دیگه بخیر سال دیگه باز اول از خدا. ان شاء الله. اما دامنم که خود تمام سلامت باشه، سالای زیاد هر سال با ایباری کرد. اول از خدا. ان شاء الله. خب عزیزای دلمان همراه باشید با عزیزای دیگه هم صحبت بکنیم. خب اینجا آشپزخانه است، جایی که از اینجا عزیزان ما عزیزایی که در زحمت میکشن برای زائرین دیگه از اینجا غذا پخته میکنن، چای و اینا. همراه برار در اینجا صحبت می‌کنیم. سلام وقت بخیر. سلام علیکم. زنده باشید. سلام بخیر. جور بخیر. سلام
ممنون تشکر زنده سلامت قاشم وازه با اینکه خیلی شلوغه اینجوری ما از اینکه زایرین میام و خدمت بگیر خدا این توفیق خدمت به ما داده و خوشحال هستم از این خاطر قاشم واز است خدا رو شکر خدا زنده باشید سلامت روز چندمه که خدمت رسانی دارین چند کاروان هم داده حسینی شما تقریبا 7 کاروان آمده اینجا تقریبا 7 کاروان آمده تا کی است حسینی شما حسینی ما هست تا زمانی که ان شاء الله به امید خدا از کربلا برگردم باز ما در خدمتشون هستیم که اینجا باز سون وطن باره بخیر ما در خدمتشون هستیم دیگه از بس که عزیزایی که من خدمت رسانی مونم تو قاش واز با لبخند خوشحال این نعمت خداوند کم گیر میه همیشه نیست سال یک دفعه پیش میه یعنی ما با خوشحالی دیگه پذیرا هستیم ان شاء الله خدا رو شکر ان شاء الله بسیار واقعا توفیق است که نصیب بله حتما امیر خبر یک توفیقی میشه که نصیب ما شده دیگه خدا رو شکر میکنیم دیگه اینم چای دم که درین دیگه دیگه چای بدیم بعد و غذا میدیم و دیگه این کتی‌ها اکثر در جور شده دیگه دو دفعه سه دفعه پنج دفعه دیگه این کاروان خب بخیر یا رای مونین بخیر احتمال داره که دیگه اشتاش نده جای این میشه باز قرار باز دیگه هم بیاد اینا مثلا 130 نفره باز دیگه هم قراره که تا 12 اینا بیاد اینا دیشو ساعت 3 بجه آمده ما تا 3 بجه بیدار بودیم 2 ساعت بیدار بوده چون هر ساعت شب ممکنه اینا برسن شما اینجا باید آماده باشید مشخص نمیشه مثلا میگه تا ساعت 10 میاد یک وقت سعی میکنید در یک مسائل پیش میاد که اینا 12 میاد 1 میاد 2 3 میاد اون تا اون وقت هست که تیرا جوش کردگی چای دم میکنیم به خدمت شوروز نداره نه شوروز نداره از ما 24 ساعته دیگه سلامت باشید زنده باشید قربان شما این دیگه آبروی کل مهاجرین را خریدین با این فعالیت‌های خوبی که مونه خواهش میکنم وظیفه ماست دیگه بخیر اینجا آدم باور کنه احساساتی میشم از اینکه هزار میبینم در اینجا چطور خوب دارن فعالیت کنن و از دیگه اینجا تاپش خوشحال خیلیش دیدین که بین بعد 80 سال دارزوی خرس دادن و دیگه این سفر شما باعث میشین که تو راحت برن پس باید دیگه ما هر چی که از دیس به توان باشه خدمت میکنیم سلامت باشین تشکر خوشحال شدیم با اجازه من مایک بگیرم اجازه است خواهش میکنم از خود نشون نه خب با برادر ما یک صحبت بکنیم برادر اینجا بفرمایید شما ظرف مشوشتین گفتم مزاحم شم نشنم خواهش میکنم برادر سلام علیکم الحمدلله شما خوب هستین ان شاء الله سلامت باشین بخیر چطورین خسته نگده شما را خدا رو شکر ما خیلی هم خوشحالیم نه خسته که هیچ وقت نمیشیم ان شاء الله خیلی هم خوشحالیم بله با زوارای امام حسین که میام مثلا و خدمت میکنیم باعث افتخارم مثلا خیلی خوشحالیم بله 100% و امثال حسینی ها از دیگه هم هستن که نمی کارهای نیک را شروع کردن حرکت را شروع کردن و انجام میدن شما یک معرفی کردین خود با آصف رضایی هستیم از مملکت بامیان ولایت بامیان خب بعد مقیم ایرانی مقیم ایران مشهد میشینیم چند ساله که مشهد زندگی میکنید تقریبا 20 سال مشهد میشینیم 20 سال یک عمر شده بعد چند ساله که هر سال خدمت رسانی مونین دیگه امزی فرصت خوب استفاده میکنید تا بتونیم مثلا هر کی شوخانه میره که ما خدمت میکنیم در قدم میکرسید مثلا افتخار باعث میشن خدمت میکنیم خلاص هر کدوم شوق میاد مثلا هستن همیشه که هر جای لازم بود هر جای لازم بود ما هستیم همیشه چیز کار دارین اینجا وظیفه‌شون دقیقاً چیه ظرف مشوریم مثلا دیوار مشوریم چای میدیم زوارا را دیگه همین رقم 24 ساعت هر کار در خدمت در خدمت زوار هستیم ان شاء الله که ازشون با خدا و علمی کارای نیکی هم که اون ان شاء الله قبول باشه خودش زیارت ان شاء الله امسال کربلا رفتین این سال نرفتیم متاسفانه دیگه این خودش کربلاه به خدا شما دارین این همه آدم این همه کسایی که مثلا خیلیشون مسن شما دیدین پیرن ضعیفن بله مثل پدر خوار شما رو نگاه کنین این جدمش راست میشه راحت دوباره ادامه سفر خودش کربلاست خودی که ما همینا که مثلا خدمت میکنیم باعث آرامی میشه باعث مثلا امسال کربلا نرفتیم باعث آرامی میشه مثلا اگر نرفتیم همینجا خدمت میکنیم در زوار سلامت باشیم راجان خسته نباشید موفق باشین سلامت باشین بفرمایید ان شاء الله خدا قوت سلامت باشید خدا نگهدار خداحافظ خب از این طرف کاکا جان ببخشید ما اجازه تر شونم خیلی ببخشید معذرت میخوام خب امروی کاکای من خواه بریم ببخشید ما مزاحم کاکا جان سلام خسته این به نظر از افغانستان هم ده خوب هستی؟ حالت خوبه؟ مانده نباشه خب شما ما رو نمیشناسین ولی ما همه را اینجا به چشم زائر میبینیم و همده خودشم تو را بگیم یک معرفی کن خود خورا
ما که یک محمد زوار نمیداریم. از کجا هم ده؟ از ما برده خان تو دیم اینا از پنجاب. از پنجاب بامیان هم ده؟ بامیان، پنجاب، اغراب. کربلا موری بخیر؟ انشالله امید خدا و نمسی. نور خوبه یا میخوای تغییر بدم جارا؟ نور از پشتم. خب ببخشی خیلی کاکای رضیت کدوم؟ اینال بهتر شد؟ نور از پشت سر بود. خب کاکای گفتیم بایم قدشون قصه کنیم که قصه سفر را قد از مکنیم. قصه سفر که تا ایران چطور رسیدی؟ زمینی هم ده؟ آره زمینی هم ده. خب اذیت نشدین؟ نه خام مسافری که زیاد دارن. چند سال هستین؟ چند سال هستین؟ 86 هم تو باشه. 86. دفعه چندومه که بخیر موری طرف کربلا؟ نه اون دفعه اوله. دفعه اوله. خوشحالی؟ خوشحالم است. خوشحال است. آرزو داشتی؟ آرزو داشتم. چند ساله که آرزو داری که بای کربلا؟ خب چند سال میشه که از جوانی شاید ها؟ در جوانی که البته نبود دیگه. چطور شد که امسال باز برابر شد؟ چطور از این پیش چطور پارسال نشد؟ چطور پرارسال نشد که امسال شد؟ امسال پارسال پرارسال دیگه نشد دیگه دیستنگ بود. امسال دیگه اون نمسین برابر کرده. کم پولی کرد. خدا رو شکر به آرزوی خورستین انشالله که تبال من دیگه نرسیده کربلا بخیر چند ساعت دیگه مرسی. تنها هم از افغانستان؟ نه بچه مست سیاست مست. چند نفرین از خانواده چند؟ 3 نفرین؟ بچه تیا خانم تیا؟ به خود تی؟ آرسش مست پنجاب دین؟ آرسش مست پنجاب. انشالله که بخیر برین کربلا مورم از دایخ فراموش نکین زیارتاشم قبول باشه. قبول حق خدا انشالله. از این حسینی بلدیز ما بگید که دمشم راسته ده اینجی؟ آره چطور؟ قدشم راسته؟ راسته. راحتی؟ راحتی. مندگی افغانستان راست شده؟ نه مندگی داده پیر را. ولی خب چون که دیدار امام حسین موری باز دیگه خوشحالی در نظرم که دل تو دون چیه نه؟ انشالله که قبول باشه پدر جان. سلامت باشه. خواستم مایک رو بگیرم. خب تشکر خوشحال شدم. خب از دل قسمت دیگه البته منزل پایانش هست خانوما هست این جمعیتی که اینجا میبینین از همکار میخوام تصویر بگیرم همه مادرها و خواهرای ما است که از افغانستان آمدن و قرار است که روانه کربلا شوند بخیر اینجا یک شب احتمالاً فکر کنم یک شب برای دیشب اینجا رسیدن و امروز بعد از ظهر یعنی 1-2 ساعت دیگه باید آماده شوند که موترشان میان و حرکت میکنن طرف کربلا یعنی یک روز اینجا استراحت دارن که یک جای مناسب را برشان هموطنای مقیم ایران ما تدارک دیدن و قرار است که اینجا یک شب بانن که یک شبشان گذشته و ببینیم که سفر اینا چطور بوده همراه مادرای ما صحبت کنیم. سلام ببخشید من اینجا اجازه است بشینم؟ مادر جان سلام. خوبی؟ جامان تو جوره؟ خوبی. از افغانستان بخیر رسته؟ بخیر آمدی. خب منده نیه قدر؟ نه اینجا خستگی من بور کده. خب خستگی تو بور شده؟ امشب راحت بودی اینجا؟ امشب راحت بودی. خب خیلی ماشاءالله سن تو زیاده گفتم در ما منده شده اذیت شده ها؟ آره. دفعه اول موری کربلا؟ آره معلوم شنیدی. دفعه اول دیگه قبلا نرفته کربلایی نشده؟ نه. خب دفعه اول. زاره زوار شده کربلایی نشده تا. نشده. خواهی خدا نصیب کده بخیر موری این دفعه زیارت منی. آره بخیر بره خاص خدا. قبیله ها یک دعا کنه. از کجا افغانستان هستی؟ از کابل هم ده یا نه؟ بامیو. از بامیانه؟ امیال تو از کابل هم ده یا از بامیان هم ده؟ ما از بامیو. خب از کجای بامیان؟ ما دیگه بامیان خبر نداریم. از پنجابی، از مرکزی، از یک کولنگی، از ورسی؟ از ورس هم دیده. بامیو. اونجا خوب یخ اینجا قدر گرم نیه؟
نه اونجی گرمه. اونجی گرمه؟ آره. حالا بامیان گرمه یا مشهد؟ بچه مشهد که اینجی گرمه. تو برو نشده بل برو خیلی گرمه. بامیان هوایش خیلی بهتره. خب انشالله که بری بخیر زیارت کنی پس بایی. آره. پس بری اون طرف بامیان. آره. افغانستان خوش داره یا این طرف را؟ اینجوره؟ کدامش بیشتر خوش داره؟ ایران خوش داره یا افغانستان خوش داره؟ ایرانه. ایران خوش داره؟ چطور؟ ما در ایران 4 سال شیشتیم. خب باز ایران را خوش داره؟ از چه لحاظ اینجا خوبه در نظر؟ خوبه اینجا هم خوبه. اینجا هم خوبه نه اونجا هم خوبه. بامیان خیلی قشنگه. قشنگ نیست؟ قشنگه. بند امیر شاه قشنگه. آره. خب مادر جان خوشحال شدم. سلامت باشه انشالله که بخیر و سلامت بری زیارت کنی پس بایی. آمین. سلامت باشی تشکر. خب از دل کنار دو مادر عزیز دیگه از مویم. سلام مادر جان. سلام. چطوری؟ حالت خوبه؟ بخیر رسیدی؟ شکر بخیر رسیدی. مادر جان تو خوبی؟ خوبم الحمدلله. شما چطور خوبه؟ بخیر باشید سلامت باشید. مانده سفر نباشید. سلامت باشید. تشکر از دولت ایران که خیلی خدمت میهمان نوازی بسیاری خوب کرده، بسیار من خوش آمد پیش آمد کرده. خیلی تشکر از دولت اسلامی ایران. آره من به نوبه خودم تشکر میکنم. خب مادر جان تو یکم دیق معلوم میشه. نه ما عادت نست. عادت گفتم چون که کلگی اینجا دارن چون کربلا ما همه خوشحاله. تو یکم دیق معلوم نمیشه. نه بچم نه ما عادت نست. خب ما مثلا خیر عادت خیر دل تو شاد باشه. آره دل تو شاد دیگه چون کربلا ان شاء الله. دل شاد است. از کابل هم نه؟ آره از کابل است اولاد چیزی بامیان. از بامیان. آره تو از کابل هم نه؟ آره ما از کابل هم دیم. اولاد ما بامیان. خانم بامیان. نه منظورم که از کابل هم دیست کابل کلی. کابل زندگی اونی؟ نه اولاد ما خانه دیگه از بامیان. خانه فکر کنم مثلا از بامیان ولی از کابل زندگی نه خانه ما بامیانه. در کجای بامیان بودی؟ ما ولسوالی ورس مگه از بامیان هم ترشتایی. ولایت ما بامیانه؟ نه دیگه ما بلدیم. تو هم در ورس بودی خاله جان؟ ما ورس بودیم ولی فعلا در بامیان میشنم. تازه بامیان رفته. در مرکزی. خب دفعه اوله که مورین کربلا؟ دفعه اول. ازاردیشم دفعه اول. ازاردیم دفعه اول. چقدر خوشحالی مادر جان از بسیار کلا خوش که برم یک زیارتی بسیار خوب کنم که در دل ما بیرسه. بسیار خوشم. بری در دل گنی قدیم حسین از نزدیک در پالویشی. در دل کنی که خدا آرزوهایی که داری برآورده کنه. آرزوهایی که داری در این سن مادر جان چیز آرزوی تو من ندادیم تو کمیال بری امام حسین از چی بخوایی؟ آرزو بسیار داریم. یک شهید داریم با نمور گفتیم که زی اهم خدا همی قتل چرا برآورده کنه. دیگه دوم دیگه بس شای من فقط منتر از مسافر و دیگه بلده اولادای خود آره آرزو بلده اولادای خود داریم. دیگه همه مادران مورن که بلده اولادای خود آره بلده اولادای خود بلده جان جوری همه خود بلده. انشالله که زیارت تو قبول باشه. انشالله که همون تو بری دل خالی کد بایی. تشکر. مادر جان تو چطور؟ خوشحالی؟ ما هم خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. چند وقت آرزو داشتی که بایی بری؟ همیشه آرزوی من بود. این دفعه خدای امام حسین همیشه دعای من بود که خدا و سید شهدا کمک کنه برم تمام دردهای خط پیش امام حسین بگم از اونجا به خیر زیارت کنم برای بگردم طرف ایران یک مزار شهید خر زیارت کنم ان شاء الله. خدا رحمت کنه. الله آمین. دیگه نمو آرزوی از من نمی بود. دیگه آرزو هم نداریم. دیگه توقع هم نداریم. میگم خدا هم یک دانه بچه داریم امروز نگاه کنی. دیگه می زیارت کربلا چه روز دعای من می بود. خدا مادرها چقدر برای اولاد واقعا از من اینا یک نفر بپرسه شاید من هر آرزوی دیگه کنم یا از هر کسی دیگه ولی از یک مادر که بپرسی تو برای چی میری پیش ما حسین دعا کنی دیگه فقط میگه اولادای خود. زندگی آدم برای اولاد خسته. یعنی دیگه همینه که بهشت زیر پای شما است. اگر نه خود دیگرها چرا نمیگی که بهشت زیر پای دیگرها است؟ نه هیچ کسی دیگر نمیگه بجز مادر چون واقعا شما پاکین چون از خودتان که اولادتان بیشتر دوست دارید. خب ان شاء الله که ان شاء الله که قبول حق باشه. ان شاء الله اولاد درد بلای دسر نداره. دسر مادر بزرگ
دقیقا میخورد خیلی نیه خب نه دیگه شما فکر از خود هم باشین برها انشالله. خب امروز اسکیم دن راستی از افغانستان ما دادیم یک سرکارون بچه خوش هستم ما هم با قومی مستر قومی دیگه امروز مرد نداری همینجا یک بچه هم دیران است نه یک بچه هم دیران است خب یک سفریه که حالا امام حسین خودش امروز هست دیگه خدای امام حسین ما به امید امام حسین حضرت زینب برکت کردی دیگه امروز کار نداری. اره امروز خود سید شادا هست ان شاء الله. سلامت باشیم مادر جان، خوشحال شدم. سلامت باشید شما کلی. مادر جان سلام. چطوری خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ چه خبر از افغانستان؟ چه خبر؟ از افغانستان هم وضعیت نیه فرمایید. خوب وضعیت نبود؟ نه یه وضعیت نیست، نه کار نه بار دیگه مردم ها سرگردان دل پریشان از بیکاری از قیمتی از بدبختی راست دیگه غریب. از کجا افغانستان آمده؟ از کابل. از کابل آمده؟ اصالتا از بامیانی؟ آره از بامیان. دفعه چندم تکماری کربلا؟ یعنی اولی. چند سال است خبر داری؟ بچه 50 باشم. خب 50 دیگه. آره دیگه اگه سن تو 50 بگیریم دیگه بعد از 50 سال بخیر موری دیدار امام حسین علیه السلام. حتما خوشحالی. خیلی خوشحالم. قدر آرزوش داشتی؟ دیگه من آرزو داشتم که یک پارسال دیگه یک پاسپورت برکده دیگه میتونم مراول کنه نیم سالم یک چند روزی که در بر گرفت بخین دل مگر رقم نورام شدت که شاید کنسل شود شاید نشه. آره دموزی هم بودی دیگه من قریبی ده کنسل شد هم بود دیگه. ده سختی شد دیگه. دیگه خیلی ده سختی شد. شکر شد که یمی شد. خانمی کسایی که میره دیگه هر سال اون امام حسین خودش میخواد کارش سر میگیرن مستقیم برای کربلا. ما یه نکی دوش اون روز که در راه آمدی تو ایرات دست موید معلوم نشده ما چطور آمدی از بس که خوشحال بودی دیگه. اینج بیشتر بچه‌ها زنگ زدند که تراس ما میادم رقم مشک داشون مشک مازدای سبز خودم کدی منطقه خود ما دای سبز میگه اینج در کابل در شهر که میمون گم داشون مشک امور رقم آمدیم. آره امور رقم واسه بود دیگه. فهمیده نشد دیگه. از این باشم بخیر امور رقم موری. پناه با خدا دیگه. سفر راحت. خبر داری که حرکت مونین امروز؟ موقع ساعت 4 دیگه. ساعت 4 آره چند ساعت خبر نداری؟ موقع 3 دیگه. یک ساعت دیگه حرکت مونین. موقع 4 حرکت. آماده این بیگ شما آماده این؟ آماده این که بخیر برین. آره دیگه بخیر. ان شاء الله. در این وضعیت چطور بود؟ یعنی یک شومند اینقدرشون راست بود دمشون راست بود. خیلی خوب بود غریب خیلی. چای و نان و چهار زحمت خرک کشید. خیلی زحمت. خدا اینا رو خیر بدیم. آره خدا یار عاجز. بچه‌ها هم ده قدی. فامیلا هم ده فامیلا. از فامیلا هم ده. شاورتونیه؟ نه. بچه‌ها هم نه دفعه دی سفر خطو؟ نه. یعنی خوارزاد اكو مو به اصطلاح خوار دختر میگی شما خبر نداری ما خوار دختر میگیم دیگه ما شما نگی دیگه ما از خودتیم انا ما یعنی قد خوار دختر خمیدیم دیگه قلمزی کولاغی دیگه دختری از اگر مادر جان اگر میای هیچ کدومش نمودم ما هیچ احساس تنهایی نمیکردی چون سفر خیلی خوبیه دیگه خدا خودی آره خداوند عالم خودی دیگه هر کار کنه دیگه ما خیلی خوشحالیم که بخیر مرید خوب جای مرید ما پارسال رفتم خیلی جای خوب بود دیگه اینا بلده تو انزیال میگیم که خوب جای مرید تو یعنی امروز خیلی تشویش بدی چطور شوه و نشه یعنی میزی اسم پناه با خدا امام حسین تو امروز نه دیگه به تشویش نباش امیر رقم کمک کرده میزی با چرم پناه با خدا واسه خانه دیگه اونمو ویزی چی پاسپورت چون شده دیگه مشکل نیست پناه با خدا و خانه دیگه او خانه خود اول خدا در هر جای کمک آدم ان شاء الله بخیر از اون طرف ما دین ما بسم ببین چه مگه شما بودین که بسم اول طور میگم مگه نبودین که پناه در خدا ان شاء الله بخیر بود پناه استم در خدا سلامت باشید تشکر جور باشه خب از دل بسیار زیاد تشکر ایام حسینی امام علی جایی که هموطنای ما از افغانستان میان و اینجا به عنوان یک استراحتگاه کوتاه اسکان میگیرن دیگه ما سر راه نشستیم بیشتر مزاحم عزیزای ما نمیشیم این شما و این برنامه خیلی زیبا که من واقعا خودم لذت بردم برنامه خوبی بود خیلی پشت هموطنای خودم دق شده بودم گلشهر خدا رو شکر هستن ولی خب اینا خیلی شبیه خودم است اینا کسایی هستن که خیلی در زبان همدیگه خوب میفهمیم از خاطر خودم شما برنامه من دیده بودین اهل همین آدما بودم اهل همین کسا بودم از میان همینا از خاطر با اینا خیلی احساس خوبی دارم از خاطر برای من یک برنامه خوب بود امیدوارم که بر شما هم همینطور برنامه خوب بوده باشه تا دیدار بعد و برنامه بعد همتون رو به خداوند بی‌نیاز میسپارم شب و روز همه خوش خدا نگهدار